خب الان میخوایم پایتون رو روی سیستممون نصب کنیم. تو این درس اول نصب پایتون روی ویندوز رو بهتون نشون میدم و بعد انتهای ویدیو وارد مک میشیم. مرورگرتون رو باز کنید و تو گوگل سرچ کنید python.org و بعد اینتر رو بزنید. خب الان وارد سایت رسمی پایتون شدیم. حالا میتونیم از این بالا از بخش دانلود جدیدترین ورژن پایتون رو متناسب با سیستم عاملمون دانلود کنیم. الان در زمان ضبط این ویدیو جدیدترین نسخه پایتون نسخه 3.13 ولی ممکنه در آینده که دارید این دوره رو تماشا میکنید نسخه جدیدتری از پایتون اومده باشه، ولی اصلا جای نگرانی نیست، چون مطالبی که قراره تو این دوره یاد بگیرید با ورژن های جدیدتر پایتون هم قابل اجراست. اگر کاربر ویندوز هستید یادتون باشه سیستم عاملتون نباید ویندوز 7 یا قدیمی تر باشه، چون اینجا نوشته نسخه های جدید پایتون که نسخه های 3.9 به بالا هست روی ویندوز 7 یا قدیمی تر کار نمیکنه. خب حالا کافیه فقط روی این دکمه بزنید تا فرایند دانلود شروع بشه. بعد از اینکه دانلود تموم شد فایل نصبی رو اگر باز کنید یک صفحه مثل اینه. اگر کاربر ویندوز هستید این پایین گزینه‌ای هست که نوشته Add Python to Path. یادتون نره حتما تیک این گزینه رو بزنید تا فعال بشه، وگرنه مطالب این دوره رو نمیتونید دنبال کنید. خب حالا کافیه فقط گزینه اینستال نه رو بزنید و صبر کنید تا پایتون روی سیستمتون نصب بشه. فرآیند نصب که تموم شد این پیغام براتون میاد که نصب با موفقیت تموم شد. خیلی عالی. حالا میتونیم این پنجره رو ببندیم و چک کنیم پایتون واقعا به درستی روی سیستممون نصب شده یا نه. برای اینکه اینو چک کنیم از قسمت سرچ ویندوز سرچ کنید cmd و بعد روی این کامند پرامپت بزنید. خب این پنجره cmd یا همون کامند پرامپت هست. اینجا جایی هست که میتونید با تایپ کردن دستورها با کامپیوترتون کار کنید. اگر با این پنجره آشنا نیستید هیچ مشکلی نیست، چون تو این دوره قراره با یک سری دستورات مهم و پرکاربردش آشنا بشید. حالا اگر پایتون به درستی روی سیستممون نصب شده باشه، اگه بنویسیم پایتون بعد با فاصله 2 خط تیره ورژن و اینتر رو بزنیم، میبینید اینجا ورژن پایتونی که روی سیستممون نصب شده رو نشون میده و این یعنی پایتون به درستی روی سیستممون نصب شده. ولی اگر اینجا ورژن پایتون رو بهتون نشون نمیده نگران نباشید. این ایرادی هست که برای خیلیا به وجود میاد. تو ویدیو بعد بهتون نشون میدم چجوری درستش کنید. خب پس این شد اولین دستور cmd که به عنوان یک برنامه نویس پایتون اونو یاد گرفتین. حالا که اینجا مطمئن شدیم پایتون به درستی روی سیستممون نصب شده میتونیم این پنجره رو ببندیم. تمام. خب اگر کاربر مک هستید نصب پایتون خیلی راحته. کافیه فقط فایل نصبی که دانلود کردید رو باز کنید و روی سیستمتون نصبش کنید. هیچ دکمه خاصی نداره. نصب پایتون که تموم شد باید چک کنیم که آیا پایتون به درستی روی سیستممون نصب شده یا نه. برای این کار دکمه های کامند و اسپیس رو بزنید تا این پنجره جستجوی اسپاتلایت براتون باز بشه. حالا اینجا سرچ کنید ترمینال و بعد روی ترمینال بزنید تا باز بشه. خب این پنجره ترمینال دقیقا مثل کامند پرامپت در ویندوز هست. یعنی میتونید توش با تایپ کردن یک سری دستورات با سیستمتون کار کنید. برای اینکه ورژن پایتون رو چک کنیم دقیقا مثل cmd مینویسیم پایتون، ولی یک نکته اینجا هست. تو مک و لینوکس وقتی مینویسید پایتون به طور پیش‌فرض روی سیستمتون میره دنبال پایتون 2 میگرده که نسخه قدیمی پایتون هست. ولی ما چون پایتون 3 نصب کردیم اینجا باید بنویسیم پایتون 3 و بعد فاصله 2 خط تیره ورژن. اینتر رو که بزنید میبینید نسخه پایتونی که نصب کردید رو بهتون نشون میده و این یعنی پایتون به درستی روی سیستمتون نصب شده.